گردنبند خاله ثریا. کافورها را به روی کفنش پاشید، چشمانش برق نمی زدند، اما طوری به دیوار سیاه رنگ مرده‌شوخانه خیره شده بودند که انگار درد نگاهشان در رگ‌های تن دیوار تاب خورده بود. دستش را به روی چشمانش کشید و پلک‌های سبکش را به هم کوباند. اما دوباره چشمهایش باز شدند. دخترش گریه کنان رو به خاله ثریا کرد و گفت: مادرم چشم انتظار برادر کوچکم هست. برادری که سالهای سال گم است و از او خبری نداریم. او هنوز بیشتر از 5 سال نداشت که برای خریدن نان به نانوایی رفت و دیگر برنگشت. مادرم 10 سال است که در فراقش می سوزد. خاله ثریا آهی کشید و دوباره دستش را به روی چشمانش کشید. دوباره پلک‌هایش را به هم کوباند و دوباره چشم‌های خسته‌اش باز شدند. پارچه سفیدی به دورش پیچاند و سرش را از هر دو طرف گره زد و بست. دخترش از خاله ثریا تشکر کرد و مقداری پول به دستش داد و با عجله رفت تا برادرانش را صدا زند که مادرش را داخل تابوت بگذارند. خاله ثریا پولها را شمرد و در گوشه کیفش گذاشت. بعد از اینکه جنازه را بردند، چادرش را به سر کرد و به طرف خانه‌اش به راه افتاد. او تمام پولهایی را که پس‌انداز کرده بود برداشت و به طرف دکان زرگری روان شد. از پشت شیشه نگاهش را به همان گردنبند نگین سرخ دوخت. گردنبندی که هر روز وقتی به خانه می رفت اول از پشت شیشه دکان نگاهش می کرد و خاطرات زیبایش را با دانه‌های درخشنده و سرخش سبز می کرد. او وقتی همراه شوهر خدا بیامرزش ازدواج کرده بود، شوهرش برایش زنجیری داده بود که نگین سرخی در آن حلقه آویز شده بود. او در تک تک دانه‌های سرخ تصویر شوهرش را می دید. انگار از لابلای حلقه‌های زنجیر گردنبند بوی آن خدا بیامرز بر مشامش می رسید. با خوشحالی انگشت اشاره‌اش را از پشت شیشه روی همان گردنبند گذاشت. زرگر گردنبند را از پشت شیشه برداشت و روی میزش گذاشت. قیمتش با پولهای خاله ثریا جور در می آمد. او برای خریدن آن گردنبند مرده‌های زیادی را غسل داده بود. حتی بعضی روزها 10 مرده را هم می شست. او لقب بهترین مرده‌شوی محله را گرفته بود. او حتی موهای مرده ها را هم شانه می زد. ناخن‌هایشان را هم کوتاه می کرد. گاهی اوقات از عطر خودش هم روی کفنشان می پاشید. او با همه مرده هایی که می شست در خلوت سکوتبار مرده‌شوخانه هم کلام می شد. او چشمهای پر انتظارشان را درک می کرد. صورت کبود عمه رقیه را اصلاً فراموش نمی کرد. نواسه عمه رقیه برایش تعریف کرده بود که وقتی مادر کلانش جان می داد کسی بالای سرش نبود. او در اتاق خالی تک و تنها جان به حق سپرد و وقتی که عزراییل نفسهایش را از بدنش کشید و او را همچو درخت توت تکاند تا روحش از جسمش آزاد شود، بیچاره از روی تخت چوبیش به روی زمین افتاده بود و نصف صورتش کبود شده بود. خاله ثریا وقتی که همان روز بدنش را غسل می‌داد، جلوی اشک‌های خود را گرفته نمی‌توانست و بعد از این که تمام شد، از خانواده‌اش پولی بابت شستنش نگرفت. زرگر گردنبند را داخل جعبه کوچکی گذاشت. خاله ثریا همان لحظه گردنبند را به گردنش انداخت و با خوشحالی به طرف خانه‌اش به راه افتاد. نزدیک خانه‌اش رسید و باد تندی وزید. چادرش از سرش افتاد. عبدالله همسایه روبروی خانه‌شان کمرش را به دیوار تکیه داده بود و سیگار می‌کشید. چشمش به گردنبند خاله ثریا افتاد و حیران شد.
خاله ثریا کلید را به قفل در انداخت و در را باز کرد و به خانه اش رفت. باران شدیدی شروع به باریدن نمود و صدای رعد و برق در آسمان پیچید. خاله ثریا به روی تخت چوبیش دراز کشید و نگاهی به عکس شوهر خدا بیامرزش انداخت که به روی تاقچه گذاشته بود و چشمانش را بست. او 1 سال بعد از ازدواجش شوهرش را در یک انفجار از دست داده بود و برای تهیه خرج و خوراکش به مرده‌شوخانه محلش پناه آورد و بعد از مدت کوتاهی نامش به تمام محل پیچید و همه خواستار این بودند که مرده‌هایشان را خاله ثریا غسل بدهد. در اثنای خواب 2 دست به دور گردنش تکان خورد. انگشتان درازش به روی رگ‌های گردنش غل می‌خوردند و نگین انگشترش به گونه‌اش اصابت می‌کرد و نگینش سرد بود. با یک جیغ از خواب پرید، فقط 2 چشم سیاه به سویش برق می‌زدند. به صورتش نقاب کشیده بود و قد بلندی داشت. گردنبند را از گردنش باز کرد و رفت. خاله ثریا فریاد کشید و ضعف کرد. عبدالله دوان به طرف خانه اش رفت و دوباره زیر پتویش دراز کشید. فردایش در کنار سفره گردنبند را از کیسه واسکتش در آورد و به گردن زنش انداخت. بی سلیمه نگاهش را به گردن عروسش خیره کرد و بعد از این که پسرش از خانه بیرون شد برای عروسش گفت که گردنبند را به او بدهد. عروسش انکار کرد و گفت این گردنبند را عبدالله با 100 عشق و عاطفه برایم خریده. او نمی‌دانست که شوهرش گردنبند خاله ثریا را دزدی کرده است. بی سلیمه چیزی نگفت و سکوت کرد، اما نگین‌های سرخ گردنبند را هر لحظه به مقابل چشمانش تصور می‌کرد. او به خودش قول داده بود که یک روزی گردنبند را از عروسش خواهد گرفت و اگر عروسش دوباره انکار کرد چشمهایش را با قاشق و چنگال از کاسه‌خانه سرش بیرون خواهد کشید و قلبش را به سقف خانه آویزان خواهد کرد. شب شد و تاریکی همه جا را فرا گرفت. بی سلیمه نگاهش را به کلکین اتاق عروسش دوخته بود، اما برقش هنوز هم روشن بود. با دقت نگاه می‌کرد و دید عروسش گردنبند را از گردنش بیرون آورد و پشت آینه اش گذاشت. وقتی همه خواب شدند، بی سلیمه آهسته وارد اتاق عروسش شد و گردنبند را از پشت آینه برداشت و دوباره به اتاقش آمد. گردنبند را به گردنش انداخت. آینه کوچکش را از داخل کیفش برداشت و به روی تاقچه گذاشت تا گردنبند را به گردنش ببیند. قسمتی از گردنبند دیده نمی‌شد چون آینه خیلی کوچک بود. قد بلندک کرد تا قسمت دیگرش را هم ببیند. ناگهان پایش تاب خورد و محکم به زمین افتاد و سرش به تنه دیوار اصابت کرد. از سرش خون جاری شد و قسمتی از اندام دیوار مانند نگین‌های گردنبند سرخ شد. فردایش عبدالله برای بوسیدن دستهای مادرش به اتاقش آمد و دید که مادرش به روی زمین افتاده و دهنش باز مانده. دست و پایش خشک زد و بلند داد کشید و محکم به سر و صورتش کوبید. فضای مرده‌شوخانه باز هم سکوت مرگباری را به آغوش کشیده بود و خاله ثریا دستش را زیر چانه‌اش گذاشته بود و با خودش فکر می‌کرد. کار و کسبش ایستاده بود، گویا مرگ و میر از آن محله رخت بسته بود. با صدای گریه و ناله به خود آمد، فهمید که مرده ای را برای شستن آوردند. چشمش افتاد به عبدالله که محکم به سرش میکوبید و میگفت مرا تنها گذاشتی مادر. خاله ثریا غمگین شد، با خودش گفت کاش تمام روز بیکار می بودم اما جسد بی سلیمه را بی جان نمی دیدم. بی سلیمه را داخل مرده‌شوخانه گذاشتند. عبدالله دستی به صورت مادرش کشید و دوباره به داد و فریاد شد. تصویر انگشتان درازش در چشمهای خاله ثریا چرخید. به انگشت میانش انگشتری برق می زد که نگین بزرگی داشت.
یادش آمد از همان شب که دزد انگشتان درازش را به دور گردنش تکان می‌داد و گاهی نگین انگشترش به گونه اش اصابت می‌کرد و نگینش سرد بود. خاله ثریا داغ شد و انگار تمام وجودش را آتش گرفت، اما چیزی نگفت. جسد را گذاشتند و همه رفتند. خاله ثریا شال بی سلیمه را از دور گردنش کنار کشید تا کم کم لباسهایش را درآورد و او را برای شستن آماده کند. ناگهان چشمش به گردنبند افتاد. از خوشحالی در خود نمی گنجید. گردنبند را از گردنش درآورد و به گردن گندمی رنگ خودش انداخت. نگاهی به آینه کهنه و زنگ زده دیوار مردشوخانه انداخت. دید نگین‌های سرخش به روی سینه اش برق می‌زنند. او در مقابل آینه به چشمانش خیره شد و به لبخندی که بعد از مدتها دوباره به لبهایش نقش بسته بود.